سلام علیکم برادرای عزیز. من در یوتیوب در آمدم، کمتر تماشا کردم. هنگامی تماشا کردن و دیدم که از کانالی لیریک تیجی یک ویدیوی پیدا شد که شهرام عبدالحلیم گویا به صدمه دچار شد و در بیمارخانه است، یعنی که وفات کرده است در بیمارخانه. این همش برادرای عزیز دروغ است، به این باور نکنین و حاضر من به شما حقیقتش رو نشان میدیم. ای همتون بخشش برای آوازی تو در عذر و برادران گفتنیم از همه شما به شما نشان میدم. در اینستاگرامی شهرام عبدالحلیم، یعنی یا اینستاگرامی خودش باشد یا از کدامی هست، به نام شهرام عبدالحلیم شده است. حاضر می‌داریم اینستاگرام در پست می نویسیم شهرام عبدالحلیم و می براید شهرام عبدالحلیم افیسال. می داریم شهرام عبدالحلیم افیسال. صدمه بزیب شهرام عبدالحلیم و کامنتری در می خوانیم خداوند نگهبان باشدش، زنده باشه. همی گپای نالازم چی لازم، چی با دروغ میگه این آدم. زنده را خداوند نگهبان باشه. زنده نمورده آدمی، زنده را مرده گفته سیم بیا. چقدر دیدیم برادرای عزیز، همه نایسیستگی شهرام عبدالحلیم زنده، یعنی که زنده هر حالی نایستگی شهرام عبدالحلیم زنده نایسته هر حالی. خیلی برادرای عزیز میبینید این همون ماشینی که در لیریک تیجی پرتافتگی ویدیو کنه آواریا. نه برادرها زنده، خداوند شفای در کنه. آواریا کده دیگه زنده هن همشون. کی آواریا کده دروغه کم کنم. این برادرای عزیز بستین هم خیلی گپارا میدن، یعنی که همش دروغه، باور نکنین و به گپای مردم. این به شهرام عبدالحلیم هم مانند نیست برادرای عزیز و باور نکنین. باقی سربلند آباد باشین. در کانال پادپیسات سکنین حتما و فکرهای خودتون بنویسین. لایک فراموش نکنین برادرای عزیز.